من مهدی شمس هستم و خیلی دوست داشتم که به نمایندگی از همبستگی و حمایت صحبت بکنم، ولی چون که برنامه امروز برای اون بود که کاندیداها بیان خودشونو معرفی بکنن و برنامهشونو بگن و متاسفانه هیچ کدوم از این کاندیداها نیامدن، من فکر میکنم بهتره که از اون نحوهی که در نظر داشتم برای معرفی برنامه‌ام باشه تغییرش بدم و به صورت سوال و جواب باشه که همون هدف اصلی که به وجود آوردن دایالوگ هست بین مردم و بین اعضا و به وجود آوردن اتحاد از اون طریق حرکت میکنیم. واسه همین من مایلم بدونم اینهایی که اومدن، تعداد خیلی محدودی که اینجا اومدن، چه سوالایی دارن و من به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره آتی از همین امروز و از همینجا در خیابون بتونم به تمام سوالا جواب بدم. واسه اصولا این کنگره کارش چیه؟ چه خواستگاهی داره؟ هدفش چیه؟ چیکار می‌خواد؟ خیلی خوب. من از شما یه سوال دارم. چند سال شما تو کانادا هستی؟ 12 سال هستی و از کنگره اطلاعی نداری. این یکی از اون مسائل عمده کنگره است که من دوست دارم اون زمانی که کاندید شدم بتونم اعضای دیگر رو متقاعد بکنن که شرط اول اطلاع رسانی، شرط دوم به وجود آوردن آگاهی جمعی و سومش جلب افراد بیشتره. این کنگره که سابقهش برمیگرده به انجمن ایرانیان سالهای 1990 به وجود اومد و هدفش به وجود آوردن اتحاد در کامیونیته ایرانیان تا بتونن مسائل خودشون رو در کانادا بتونن حل بکنن. از سال 2005 حالا اگر تاریخ‌ها رو اشتباه نکنم اسم تغییر داده شد به عنوان کنگره ایرانیان شد و هدفش باز همون هدف اهداف سابقه، یعنی در درجه اول میخواد که اتحاد رو به وجود بیاره در بین کامیونیتی ایرانی‌ها تو کانادا. در کانادا و مهمترین شرطش هم گذاشته که سیاسی نباشه، چون که یه چیزو پی بردن از زمانی که وارد موضوعات سیاسی میشی هممون از هم متفرق میشیم. سابجکت میشه مسئله اجتماعیه. کلا کمک کردن به اینی که ایرانیایی که میان اینجا بتونن راحت‌تر در جامعه کانادایی وارد بشن و تا جایی که میتونیم با همدیگه بتونیم مسائل ایرانی‌ها رو قانونا هدف باید بر این باشه که از اونجایی که ایرانی که از ایران تصمیم میگیره به اومدن اینجا بتونه با ما تماس بگیره، کمکش بکنیم، وقتی اینجا وارد میشه ازش پذیرایی بکنیم و ذره ذره وارد جامعهش بکنیم. این اصل هدف کنگره باید باشه. یکی دیگه از نکات مهم که باهاش برخورداریم و بیشتر کسانی هستن که دارن صدمه میدن مثلا پناهجویاست. اینا از اینایی هستن که مثل همه ما اومدن اینجا پناه بگیرن و بی پناه باقی موندن، نه آشنایی دارن نه کسی. فکر میکنم من یکی از اون کارهایی که باید انجام بدن این موضوع پناهجویی رو بکنم از مسائل اصلی جامعه کانادایی. حالا یه سوالی من از شما دارم، آیا عضو هستین الان یا نه؟ عضو میشین؟ پس عضو نبودین؟ نه. خیلی متشکرم. حالا اگر من به شما بگم به من رأی بدین چی میگین؟ چیکار می‌خوایم بکنیم؟ ما رأی ما که رأی دادنی. خیلی خوب. من برنامه‌مو می‌خواستم امروز اینجا اعلام کنم ولی برنامه رو تو سایت خواهم گذاشت و شما اگر میشه ایمیلتون رو بدین به بچه‌ها، ما برای شما می‌فرستم که پلتفرم ما چی هست. خیلی متشکرم. خب کسی دیگه سوال خانم سارا سوال دارین؟ سلام. خوشحالم که اینجا در کنارتونم آقای شمس. من یه سوال ازتون دارم. شما اگر قرار باشه با توجه به اینکه توی گروه نو دیپورتیشن شما یه عضو مهم و فعال و کلیدی هستید، اگر قرار باشه که توی کنگره باشین و قطعا ما به شما رأی بدیم به خاطر چیزایی که از شما می‌دونیم، شما چی کار می‌خواید برای اونایی که رفوجی هستن یا کسانی که در معرض دیپورت هستن؟ من اول دوست دارم که اگر شما اجازه بدین شما رو معرفی بکنم برای اونایی که نمیشناسن، ولی من فکر کنم اکثر ایرانی‌ها شما رو میشناسن به عنوان سارا و آره. ایشون همون مادر و فرزندی بودن که چند وقت پیش قرار بود که دیپورت بشن و امروز من یه خبری گرفتم که بیشترین و خوشحالترین خبر بود. ایشون پیارش در حال گرفتن هستش و وقتی ما میبینیم که این پناهجوها دونه دونه شروع میشه که از افراد این جامعه ما میشن، دقیقاً مثل ما میشن، امیدی به ما میده، نشون میده در یک کشور دموکراتیک کار چقدر راحته و چجوری میتونیم با با چند ساعت کار زندگی یک انسان رو تغییر بدیم. حالا برمیگردم به سوال شما. همونطور که باز قبلا گفتم هدف اصلی من کمک کردن به پناهجوهاست
و میتونم اعلام بکنم صریحا ما به هدفمون رسیده ایم. پناهجوها قطع شده. از جنوری 2012 با کیس آقای کاووس صوفی تا به امروز 13 نفر موفق شدیم که بمونن. یعنی حتی یک کیس نداشتیم که بریم. ولی متاسفانه دولت هارپر هنوز ادامه میده و همون پروسس قانونی رو راجع به تمام پناهجوها انجام میده. یعنی 5-6 دفعه اینا رو میخواد، چند دفعه دادگاه به وجود میاره، بهشون تیکت برگشت میده تا تو زندان نگه میدارن و شاید در جریان بیتا باشیم که همین هفته پیش بعد از 2 ماه فکر کنم از زندان آزاد شد. کیسایی داشتیم بیشتر از 100 روز در زندان باقی میمونن و با اینکه تمام دپورتی‌ها قطع شده ولی این پروسس ادامه داره. حالا من هدف اصلیم اینه که انشالله بتونم به این هیئت مدیره بپیوندم و متقاعدشون بکنم. در درجه اول ما باید به کسانی کمک بکنیم که بیشتر از همه احتیاج به کمک دارن و ما خودمون هممون پناهجوهایی هستیم که به این کشور پناه آوردیم و شانس آوردیم که تونستیم بمونیم. حالا باید در درجه اول کاری بکنیم که مطمئن باشیم هیچ پناهجو اخراج نشه و هیچ پناهجو حتی یک شب هم در زندان نباشه و این خبر خوبیه و میخوام از تمام پناهجویا، اقوامشون، فامیلاشون، به خصوص اونهایی که توی سرمای زمستون رفتیم وایسادیم و داد زدیم و جلوی رفتنشون رو گرفتیم و وقتی که می اومدن از ما تشکر میکردن اشک تو چشمشون رو میدیدیم، بغض تو گلوشون رو میشنیدیم و همون اشک تو چشم ما می اومد و همون بغض هم تو گلوی ما میگرفت. حالا موقعشه که همین حرکت رو انجام بدیم برای پناهجوهای آینده و راهش هم فقط یک چیزه: اتحاد، اتحاد، اتحاد. من براتون آرزوی موفقیت میکنم. خودم بهتون رأی میدم، تمام فامیلی من به شما رأی میدن. از همه محبتاتم در رابطه با خودم ممنونم. فقط فکر میکنم لازمه که یه تشکر از گاورمنت کانادا هم بکنم که به هر حال با تمام قوانینی که داره ما انقدر توانایی داریم که بتونیم حرفمون رو بزنیم، کاری که شاید توی کانتری‌های دیگه اسپیشالی کانتری خودمون نمیتونیم بکنیم. فراموش نکنید که تا 5 شنبه باید عضو بشین. عضو شدنش هم رفته رو سایت کنگره و 2 دقیقه کار میبره و روز یک شنبه هم روز انتخابات. حتما دانم همه اونایی که خیلی زیادن از طرف من شما میشناسن ما به شما رأی میدیم. با چند نفر میاین؟ فکر میکنم بالای 50 نفر. اوه از همین الان انتخاب شدن خودمون میبینم. بله قطعا. بسیار عالیه به خاطر اینکه من میدونم که شما چیکار میکنید. برای این بیگ چانس برای همه ایرانی‌ها که یه آدمی مثل شما واقعا باشه. اینو قلباً آقا براتون بهترین رو ایمیل فقط آقا بفرست ریمایندمون کن یادمون نره. من Hi, I'm Chris. Felipe, nice to meet you. What's your name? Chris. Chris. Nice to meet you. Maybe we'll find out. I'm Ron, nice to meet you. Nice to meet you.